سلام علیکم خدمت دوستان خوبم. آرش هستم با یک ویدیو دیگه از دوره معامله‌گرشی بورس جهانی اومدم پیشتون و امروز می‌خوایم راجع به یک سری از استراتژی‌ها صحبت بکنیم که قراره توی این دوره باهاشون معامله بکنیم و من تو ویدیوهای جلوتر بهتون مدیریت سرمایه و شیوه معامله کردن توی بورس جهانی هم آموزش میدم. ولی بچه‌ها خیلی بعضی از دوستان عجله دارن و دوست دارن تون حرکت بکنن به سمت جلو. دوستان این دوره ما جمعیت توش زیاد هستش و ما باید یک میانگین بگیریم از همه دوستان و همه با همدیگه به سمت جلو حرکت بکنیم. خب و مثلا هر باری که به این نتیجه برسیم که 80% دوستان مباحث آموزش داده رو فرا گرفتن، ما به سمت جلو دوباره حرکت میکنیم و ویدیو بعدی رو براتون منتشر میکنیم. در این حال بچه‌ها پشتیبانی هم دارن تمام تلاششون رو میکنن و یه مقداری شلوغ، ترجیحاً در تایم اداری پیام بدید تا پاسخگو باشیم. و نکته‌ای که هستش امروز می‌خوایم استراتژی رو با هم مرور بکنیم. اولین استراتژی که داریم کاناله. اصلا ما امروز اومدیم بگیم که با کانال چجوری باید معامله بکنیم و اینکه ما توی دوره پیشرفته کاملا کانال رو توضیح دادیم. یعنی الان شما دقیقاً می‌دونید که کانال چیه، کانال چجوری رسم میشه، کجای کانال باید خرید، کانال میشکنه چه اتفاقی میفته، شکست فیک کانال چیه و ما همه رو توضیح دادیم توی دوره پیشرفته. فقط الان دیگه می‌خوایم یه اشاره‌ای بهش بکنیم که ذهن آماده باشه، چون که ویدیوی بعدی رفتارشناسیه، بعدش مدیریت سرمایه، بعدش هم مثال معاملات، پس باید کم کم آماده بشه. خب حالا همونطوری که دارید می‌بینید ما الان رو دلار استرالیا هستیم، میایم از ابزار پارالل چنل ما استفاده می‌کنیم. این دو تا سقف رو هم وصل می‌کنیم، اینم کفشه. خب حالا ما یه کانال داریم می‌بینیم، از این کانال چجوری باید پول در بیاریم؟ نگاه کنید بچه‌ها، این کانالی که الان دارید مشاهده می‌کنید یه برخورد به کف داره که ما اینجا دیدگاه بای داریم، می‌خوایم اینجا خرید بکنیم. اومده کف کانال رو شکسته، شارپ برگشته توی کانال پول بک زده و اینجا میشد خرید کرد. این شکست فیک کاناله، یعنی یکی از استراتژی که میتونید استفاده کنید شکست فیک کاناله. استراتژی دیگه که میتونید استفاده کنید برخورد سومه. یعنی چی؟ یعنی الان این کانال میره به سمت بالا حرکت میکنه، اگر ریسک پذیری میتونی برخورد به سقف رو هم سل بکنی، ولی چون ترجیحاً روند سودیه، ما تو روند سودی همچین کاری رو انجام نمیدیم و بیشتر دوست داریم که بای ها رو بگیریم. یعنی دوست داریم که برخورد سوم به کف رو بگیریم که به سمت بالا حرکت بکنیم. پس این شد استراتژی کانالمون و در این حال یک شکست کانال داریم که دوست داریم شکست کانالمون با کندل فول بادی اتفاق بیفته. یعنی وقتی این سومی رو هم زد به سمت بالا حرکت کرد، یا اصلا همین سومی هم که شکست، دوست داریم یک کندل فول بادی بزنه. دوستانی که ریسک پذیر نیستن همینجا میزنن، دوستانی که ریسک پذیر هستن وای میسن رو پول بک میزنن، دوستانی که میانگینشن وای میسن یه بالا زد میگیرن و این دیگه کاملا شخصیه که خب هر کسی میخواد چه کاری انجام بده. پس اگر کانال بازی و با کانال کار میکنی، با این سیستم باید کار بکنی. حالا چجوری روی سقف و کفش بخریم؟ میتونید تریگر لاین رسم بکنید روی کف، یعنی وقتی که این قیمت رسید به این کف، بیاید نگاه کنید این کانال مثلا 1 ساعت است، بیاید تو تایم 5 دقیقه یه خط روند کوچیک داره که تو دوره پیشرفته کامل توضیح دادیم، اینو میکشید، رسمش میکنید، شکسته شد میگیرید، به سمت بالا حرکت میکنید. حالا بچه یه سوال خیلی رایج پرسیدن که رو میدل ما معامله بکنیم یا نه. ببین اگر روند رو میدونی، یعنی مطمئن هستی که آقا این مثلا میخواد بریزه بره به سمت پایین، میتونی از نقطه به عنوان نقطه ورود استفاده کنی، یه سل بزنی. یا اگر میدونی که آقا این بازم میخواد بره بالا، میتونی رو میدل بای بکاری و به سمت بالا حرکت بکنی. ولی من ترجیحاً خودم فقط روی سقف و کفاش کار میکنم. استراتژی بعدیمون حمایت مقاومته که من خیلی دوست دارم و بهتون پیشنهاد میکنم که شما هم باهاش کار بکنید. از استراتژی حمایت مقاومت چجوری باید پول در آورد؟ میایم توی تایم 4 ساعته، الان 1 ساعته هستیم بچه‌ها، 1 ساعت داریم، اصلا همینجا هم داریم، این ساعت ماست، درسته؟ اینو میایم 4 ساعته میکنیم، میبینیم که این ساعت در تایم 4 ساعته هم کاملا مشخصه. اینجا میایم روزانه‌اش میکنیم، ببینیم تو تایم روزانه این ساعت مشخص نیست، هیچی نیست. پس این ساعت برای تایم 4 ساعته است که میگم تو دوره پیشرفته باز هم توضیح دادیم، فقط الان مرور میکنیم. حالا روی این ساعت باید چه کاری انجام بدیم؟ من روی این بای میزنم. چرا بای میزنم؟ نکنید یک حرکت رو رفته به سمت پایین، شارپ اومده به سمت بالا، یعنی هیچ تمایلی به ریزش نداره. اگر به اینجا پول بک بزنه، اینجا جاییه که میشه بای کرد، دوباره به یه موج به سمت بالا حرکت بکنی و با همین یه ساعت میتونی کار خودت رو انجام بدی. حالا چجوری میخوای روی این ساعت بای بزنی؟ این ساعت چون که 4 ساعت است، میای تایم تریگر 15 دقیقه‌ایش
خط روندش رو رسم می‌کنی، حالا همون تریگر لاینش رو فکر کن اینجوری داره میریزه میاد پایین. خب اومد اینو شکست، پول بکش رو زد، میگیری به سمت بالا حرکت می‌کنی. دیگه چه کاری انجام می‌تونی بدی؟ می‌تونی از ایشیموکو خود استفاده کنی. اگر اومد خورد به این کف، برگشت ابر کوموشو شکست، می‌تونی بگیری به سمت بالا حرکت بکنی. و اینا استراتژی هستش که می‌تونی استفاده بکنی و همه‌شو باید خودت تصمیم بگیری که آقا می‌خوای چه کاری انجام بدی، که من در نهایت خودم میگم که کدوم رو بیشتر میپسندم. مثل چی بچه‌ها؟ دقیقاً اینجا نکنید. الان اگر بخواد ایشیموکو سیگنال خرید بده اینجوری میتونه بده. به این کومو اومده شکسته، شارپ برگشته بالای کومو، بالای کیجنسن و این یه سیگنال خریده میشه گرفت و به سمت بالا حرکت کرد و ممکنه دوباره همین اتفاق اینجا هم تکرار بشه. یعنی میاد کوموتون رو میشکونه، بعد میبینی یه کندل فول بادی اومد اینجا و اومد بالای تنکنسن و کیجنسن، حالا سیگنال خریده، میتونی بگیری به سمت بالا حرکت بکنی و اینجوری میتونی استفاده بکنی. یه استراتژی دیگه هم داریم که همون حمایت مقاومت، دوباره نکنید یه سیگنال دیگه. ما این سطح رو مشخص میکنیم، ببینیم برای کدوم تایم فریم این سطح. تو تایم 4 ساعته کاملا مشخصه، تو تایم روزانه کاملا مشخصه این بالا، تو تایم هفتگی، تو تایم هفتگی هم بچه‌ها مقداری مشخصه. من ترجیحاً اینو همون روزانه میگیرم، ولی هفتگی هم میشه در نظرش گرفت. وقتی شک داشتید میتونید از یکیش استفاده بکنید و زیاد خودتون رو اذیت نکنید. حالا هفتگی گرفتیم، پس تایم تریگرش میشه 4 ساعته و در تایم 4 ساعته وقتی میاد برمیگرده به این سطح، حالا تریگر لاینش رو روی این تایم نمیشه رسم کنی، میام 1 ساعته، وقتی برمیگرده به این سطح ما میتونیم این خط روند کوچیکو بکشیم، وقتی این خط روند شکسته شد بگیریم به سمت بالا حرکت بکنیم. در عین حال از ایچیموکو خودمون هم میتونیم کمک بگیریم از تقاطع تنکنسن و کیجنسنی که روی این کندل ها داره اتفاق میفته و به سمت بالا بخوایم حرکت بکنیم. یه استراتژی دیگه هم داشتیم که بر مبنای خط روند بود. ببینیم این حرکتی که اتفاق افتاده آیا خط روندی داره یا نه. مثلا این که هیچی، اینم آره. ببینید یه استراتژی دیگه هم برخورد سوم به خط روند بود. این اولیه، این دومیه، سومی اینجاست. نکنید این سومیه که اتفاق افتاد. بعضی وقتا سومی 2 بار میزنه، یعنی دبل باتم میزنه اینجوری. و اگر بخواید زوم بکنید و دقت بکنید اینجا سیگنال خریده، چون که الگوی کندلی برگشتی زده، دوباره اینجا هم زده و یه جورایی داره میگه من زیر این نمیتونم برم. حالا میتونید تایم فریم خود همین خط هم گیر بیارید. ببینید آقا این خط تو چه تایمی خطه؟ تو تایم 4 ساعته هست، تایم روزانه تقریبا هست، همون تایم روزانه میتونیم بگیریمش و بگیم آقا این خط برای تایم روزانه است، تایم تریگرش میشه 1 ساعته. تو تایم 1 ساعته بیایم خط روندش رو بکشیم، یا اینکه وایسیم دنبال یک پترنی باشیم، دنبال یک الگوی قیمتی باشیم، یا دنبال یه بهونه باشیم که اینجا بهونه رو بهمون داده. یک مقاومت شکسته شده اینجا با کندل خوبی هم شکسته، میگیریم به سمت بالا حرکت میکنیم و این استراتژی خط روند ماست و در این حال شکست خط روند رو هم میتونیم بگیریم که اینجا ما میگیریم و اینجا رو دیگه ضرر میدیم و این ریزشی که دوست داریم اتفاق نمیفته، رنج میزنه بعدش به سمت بالا حرکت میکنه. استراتژی بعدیمون فیبو بود. استراتژی فیبو رو بچه باید تحلیل بکنید. یعنی چی؟ یعنی آقا میای این روند رو تحلیل میکنی، به این نتیجه میرسی که صعودیه و این میخواد به سمت بالا حرکت بکنه. یعنی وقتی که شما یه موج رفتی بالا، یه موج اومدی پایین، ولی میدونی که این موج ریزالتش صعودیه، حالا به هر دلیلی، یا میخواد به دلیل مثلا شکست این الگو باشه، یا میخواد به دلیل نمیدونم شکست یک مقاومت باشه، به هر دلیلی که میخواد باشه شما نتیجه گرفتی که این روند صعودیه، یعنی این اسلای که داره میاد به سمت پایین ادامه دار نیست و صعودیه یا اینکه نزولیه، فرق نمیکنه، یعنی روند ادامه داره. وقتی که اینو دیدی میای از ابزار فیبو ریتریسمنت استفاده میکنیم، یه فیبو میکشیم تو محدوده نیم تا 618 که اینجا میشه، ما دیدگاه بای داریم، میخوایم به سمت بالا حرکت بکنیم که اینجا اومده دبل باتم ساخته، بعدش به سمت بالا حرکت کرده. حالا این پایین چجوری بای میکنیم؟ چند سبک داری، یا اینجا بای لیمیت میچینی، یعنی از قبل اوردر میچینی که بیاد بخوره فعال بشه بره بالا، یا اینکه وای میسی این پایین تریگر بگیری بعدش بخری بری به سمت بالا، یا اینکه میای این موج رو تایم فریمش رو به دست میاری که الان تو تایم 1 ساعت خیلی موج قشنگیه، تو تایم 4 ساعته
تایم 4 ساعته هم میشه در نظرش که آره تایم 4 ساعته است، میای 15 دقیقه‌ای اون کف رو نگاه میکنی. تو تایم 15 دقیقه‌ای این پایین دنبال تریگری برای خریدی که تریگر رو خیلی قشنگ و شیک و مجلسی بهت داده، یه دبلی زده. گفتم که الگوهای قیمت هم خودشون میتونن تریگری برای ورود باشن. اینم پول بکشه. ما اینجا میگیریم به سمت بالا حرکت میکنیم و میخوایم یک سودی از بازار بگیریم. تارگت این حرکت اگر از نیم تا 618 برگشت بخوره معمولا یک سقف برابر یا حتی بالاتره، یعنی ما انتظار داریم که یک سقف برابر یا حتی بالاتر رو برای ما بزنه و سمت بالا حرکت بکنه. استراتژی بعدی اون بچه‌ها الگوهای قیمتی بود که من الگوها رو خیلی دوست دارم و الگوها رو خیلی خوبم میبینم که گفتم این الان کلش دبل باتمه، تو خود این قسمت ببخشید چپش هم دبل باتمه، اینجا نگاه کنید این کوچوله دبل باتمه، میبینیدش اینو، اینجا هم سر و شونه است، نگاه کنید اینو، شونه چپ، سر، شونه راست، اینم خط گردنه. من الگوها رو خیلی خوب میبینم به نسبت چیزهای دیگه، الگوها رو خیلی قشنگتر میبینم. این تری درایو 1 2 3 زده، 1 2 3 میبینید رو تری درایو هم باید وایسید این بشکنه بگیرید به سمت بالا حرکت بکنید، یا اینکه اگر ریسک پذیری و میبینید سومی داره به یک حمایت نزدیک میشه میتونید روی این حمایت هم بای بزنید به سمت بالا حرکت بکنید و دوباره اومده دبل باتم ساخته. و فارکس بازاری که الگو زیاد میزنه، رفت و برگشت زیاد داره و بازار الگو پذیریه. استراتژی شکست مثلث ها هست که اونم میتونید استفاده بکنید. و حالا خب مثلا بر مبنای همین الگوی دبل باتم ما چجوری باید معامله بکنیم؟ ما یک دو سبک داریم، یا اینکه آقا رسیده به این کف، شما به دلیل فرم کندلی که این کف پیدا کرده به این نتیجه رسیدی که این دبل باتمه و به این نتیجه میرسی که این سعودیه و میای همین پایین بایشو میزنی به سمت بالا میخوای حرکت بکنی، یا اینکه وای میسی این بشکنه بعدم وای بزنی، که من خودم معمولا این کف میگیرم، یعنی به این نتیجه میرسم که سعودیه این کف میگیرم چون که ریسک به ریواردش خیلی خوب میشه. حتی مدیریت سرمایه باید رعایت بشه چون که خیلی خیلی مهمه. اندیکاتورها رو داریم بچه‌ها که توی دوره پیشرفته ما راجع به استراتژی استوکاستیک RSI توضیح دادیم که گفتیم مثلا تایم روزانه می‌بینیم استاک سیگنال صعود میده، خودمونم تحلیل کردیم صعودیه. حالا در تایم یک ساعت هر باری که اندیکاتور استوکاستیک RSI سیگنال خرید داد میگیریم به سمت بالا حرکت می‌کنیم. نگاه مثلا تو تایم روزانه AUD/USD بچه‌ها از اینجا سیگنال خرید اومده تا کجا اومده؟ تا اینجا. این محدوده سیگنال بای، حالا رو خود چارت هم مشخصش میکنیم. بعدش میام تو تایم یک ساعته، محدوده‌ای که مشخص کردیم اینجاست. هر باری که این استوکاستیک RSI میاد این پایین رو میزنه و کراس میکنه ما میخریم، میخوایم به سمت بالا حرکت بکنیم که اینجا نیومده تو اون پایین، دوباره اینجا اومده یک کراس کرده بازم یک سیگنال خرید میده، میخریم. برای تارگت گرفتن میتونیم از مقاومت ها استفاده بکنیم. نکنید دوباره اینجا اومده کراس رو زده یه سیگنال صعودی، دوباره کراس رو زده یک سیگنال صعودی، دوباره اومده 1 2 آره اومده اینجا، از اینجا بچه سیگنال صعود داده که این فیل شده، بعدش هم فیل شده. به اینجا دیگه مدیریت سرمایه به دادت میرسه چون که یکی دو تا سیگنال پشت سر هم فیل شده داره، ولی چون ما 1 به 2 کار میکنیم و بهتون توضیح میدم که چجوری کار میکنیم، اینا زیاد اذیتتون نمیکنه. و استراتژی دیگه که داشتیم خود ایچیموکو بود، یعنی ما می‌اومدیم از خود ایچیموکو هم سیگنال میگرفتیم و می‌اومدیم روند 4 ساعته رو می‌دیدیم، مثلا تو 4 ساعته سعودی اکیده، این تو 4 ساعته می‌بینیم الان در حال حاضر سعودی اکیده. پس میام تو تایم 15 دقیقه، هر باری که توی تایم 15 دقیقه تنکنسن کیجنسن رو به سمت بالا کراس بکنه یک سیگنال خریده در جهت روند حرکت می‌کنیم. سیگنال دیگه که داشتیم دبل تاپ زدن‌های تنکنسن و کیجنسن، دبل باتم زدن‌های تنکنسن و کیجنسن، سیگنال OA وقتی که به حمایت مقاومت میرسید و در این حال تایید گرفتن از خود ایچیموکو به عنوان تریگر بود که ما میتونیم استفاده بکنیم و بهتونم نشون میدیم. خب مثلا دبل باتم زدن تنکنسن یکیش اینجا اتفاق افتاده، من خطاشو پررنگ اگر بخوام بکنم میایم خطاشو اینجوری پررنگ میکنیم که قشنگتر ببینیمش. یه دونه هفتی اینجا زده، یه هفتی هم اینجا زده، بعدش به سمت بالا حرکت کرده. دوباره نگاه کنید یه هشتی این بالا زده، یه هشتی هم دوباره زده، بعدش به سمت پایین حرکت کرده. و ما میتونیم از این سیگنال استفاده بکنیم. البته باید مواظب باشیم که روی حمایت این سیگنال رو بده، یعنی هر جایی ما دنبال این سیگنال نمیگردیم. اینم نمونه‌ای که بچه‌ها فیل شده، مثلا یه بار زده، یه بار دیگه هم زده، ولی اون سعودی که ما می‌خواستیم رو نداده
به سمت پایین حرکت کرده، یعنی یه پایین زده بعدن رفته که دیگه به درد ما نمیخوره. دیگه سیگنال دیگه‌ای که میتونیم بگیریم از میانگین‌های قیمت اون بود که میتونیم از همین اندیکاتور 5 تا MA استفاده کنیم. تو دوره پیشرفته بهتون گفتم که میومدیم MA هامون رو مرتب میکردیم بر مبنای 9 و 18 و 48 و 98 و 200. و خب بچه خیلی سوال میشه که آقا چرا از این اعداد باید استفاده کنیم؟ این اعداد از اعداد قدیمی بازاره. این اعداد به عنوان یک شاخص پذیرفته شده از دیدگاه بازار و شما میتونید از هر عدد دیگه که کار میکنه، از هر ستاپ دیگه که کار میکنه استفاده بکنید. ولی خب این صرفا این اعداد به ما نتیجه قابل قبولی دادن و خط کمرنگ اون رو میکنیم آبی، خط قرمز اون رو میکنیم قوی‌تر و الان ما یک سیستم میانگین قیمتی داریم. یکی دیگه از سبک‌هایی که میتونید باهاش تریگر ورود بگیرید MA هاست. یعنی شما به این نتیجه رسیدید که آقا اینجا کفه ولی هنوز مطمئن نیستی که آقا این کفه. به جای اینکه تریگر لاین بکشید میتونید وایسی که MA ها یکی یکی کراس بکنن. یعنی نگاه کنید الان اینجایی که اومده بالا، نگاه کنید 9 اومده، 18 اومده، 48 هم اومده پایین‌تر و تقریبا سیگنالش داده شده. اینجا که دیگه همشون با هم دیگه اومدن، فقط 200 مونده. من خودم چون که زود وارد میشم دیگه اینجا وارد میشم، دیگه منتظر MA 200 نمیمونم چون که 200 معمولا دیرتر از بقیه میشکنه و روندت رو عوض میکنه و به همین سبک از MA ها هم میتونی تریگر ورود بگیری. در عین حال میتونی تارگت هم بگیری، یعنی برای معامله که باز کردی تارگت نمیذاری تا اونجایی که این MA ها فرم دارن. یعنی نکنید الان 9 بالاست، 18 پایینه، 48 98 و MA 200 و تا اونجایی که این MA ها فرم دارن شما میتونید باهاشون به سمت بالا حرکت بکنید و این هم یکی دیگه از سبکایی که میتونید استفاده کنید. این بود بچه‌ها یه مروری بر استراتژی که باید میگفتیم که حالا شما باید چجوری استراتژی بنویسید. ببینید بچه‌ها این که بخواید از میانگین‌های قیمت استفاده بکنید، از الگوها استفاده بکنید، از ایچیموکو استفاده کنید، استوکاستیک هم بزنید تنگش، این و بر مبنای همه اینها معامله بکنید، یعنی یه بار بر مبنای این بگیری یه بار بر مبنای اون بگیری، سودتون رندوم میشه. برای اینکه سودتون همیشه منطقی و بر مبنای یک فرم خاصی باشه باید ترجیحاً 1 الی 2 استراتژی داشته باشید. یعنی بگید یا من میخوام بر مبنای همین حمایت و مقاومت معامله بکنم با تایید میانگین‌های قیمت هم مثلا، یعنی وقتی رسید به این کف بیام MA های خودم رو نگاه میکنم در تایم تریگر به سیگنال دادن میخرم. این خودش یک استراتژی. یا اینکه بعد بگیم من الگوهای قیمتی مثلا میخوام کار بکنم، هر بار که مثلا یه الگویی شکست من میخوام بگیرم به سمت بالا یا پایین حرکت بکنم. یا بگم من بر مبنای ایچیموکو میخوام ترید بکنم، میخوام حمایت و مقاومت رو دست بیارم. اگر اینجا اومد ایچیموکو سیگنال بهم داد و گفت این سعودیه، این سرشونه، میخوام بگیرم به سمت بالا حرکت بکنم و اینها رو بچه‌ها با همدیگه نمیتونید ترکیب بکنید. یعنی نمیتونید بر مبنای چند سبک همزمان معامله بکنید، چون که بعضی وقتا هست مثلا اندیکاتور استوکاستیک سیگنال فروش میده ولی خب مثلا از لحاظ الگوهای قیمتی این داره سیگنال خرید میده و با حواستون باشه که یک استراتژی بنویسید. و استراتژی پیشنهادی من به شما چیه؟ پیشنهادی که من براتون دارم استفاده از حمایت ها و مقاومت هاست. یعنی توی استراتژیتون این رو بشونید بچه. فارکس بازار قانون مندیه، فارکس بازاری که به این سطوح احترام خیلی خیلی زیادی میذاره. خب ناکنید چقدر احترام میذاره و وقتی شکسته شده ناکنید شکست فیک بوده، اومده بالا پول بکش هم زده، گفته آقا اگه میخوای بای بزنی بای کن من میخوام بالا و ناکنید خورده سریع رفته بالا، ناکنید دوباره اینجا شکسته، حالا یه بار کشیدم دیگه اصلا. و مطمئن باشید برگرده به این سطح این یه حرکت موج بهتون میده، شاید یا اینقدر باشه یا اینقدر باشه معلوم نیست، ولی رو این سطح بگیری احتمال اینکه با سود ببندیش خیلی زیاده. و فارکس بازاری که قانون میپذیره و تحلیل پذیره و میتونید استفاده بکنید. حالا من بهتون یه پیشنهاد برای استراتژی بدم. مثلا من بیام یه استراتژی با هم دیگه بنویسیم. تو استراتژی می‌نویسیم که ما فقط می‌خوایم ایودی ترید بکنیم. خب فقط می‌خوایم دلار استرالیا بگیریم. تو استراتژی هر چی خودتون رو محدودتر بکنید برآیندتون مثبت‌تر میشه و در عین حال رفتار اون جفت ارزم دستتون میاد. میگید من در تایم من میخوام فقط ایودی ترید بکنم، فقط در تایم های 4 ساعته روزانه و هفتگی میخوام معامله بکنم که من بعد از ویدیوی مدیریت سرمایه بهتون یک استراتژی نمونه هم میدم، ولی فعلا میخوام یه مقداری آماده بشید. در چه مبنایی حالا میخوام ترید بکنم؟ مثلا میخوام بگم من این سطح مشخص کردم،
میام تایم فریم این سطح رو به دست میارم. فقط روی سطح‌هایی کار میکنم که برای روزانه، هفتگی و 4 ساعته باشه. حالا که تایم فریم این سطح حساب شده، ما فهمیدیم برای تایم 4 ساعت است، میام در تایم تریگرش. اگر اومد در تایم تریگر برای ما تریگر لاین رو شکست، یعنی این خط رو شکست که اینجا نگاه کنید بچه‌ها، اون شکست دلخواه اتفاق نیفتاده، ما میفروشیم، به سمت پایین حرکت میکنیم. اگر هم نشکست و رفت بالای این سطح، اگر برگشت پایین، ما میگیریم، به سمت بالا حرکت میکنیم. حالا میتونید تو استراتژیتون بنویسید که از ایچیموکو هم تایید میگیرم، در تایم تریگر تایید میگیرم که آقا میخواد بریزه و بعدش وارد معامله شم. این میتونه یک استراتژی برای ما باشه که بتونیم استفاده بکنیم و به سمت بالا یا پایین حرکت بکنیم. با تمام این تفاصیل بچه‌ها، یک استراتژی وین ریت داره، شانس پیروزی داره و یه استراتژی هست 5 از 10 کار میکنه، یکی از 6 از 10 کار میکنه، یکی از 7 از 10 کار میکنه. در اینا بعد یک جفت عرض تخصصی برای خودتون گیر بیاد که من توی ویدیوی بعدی بهتون توضیح میدم که آقا جفت عرض تخصصی چیه و چه جوری باید پیدا بشه. خب دوستان، اگر در مورد استراتژی سوالی هم دارید، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که به دوره رایگان و دوره پیشرفته مراجعه بکنید و امیدوارم که موفق و پیروز باشید. فعلا خدا نگهدار.